میدونستی مغز طوری طراحی شده که با تغییر بجنگه، حتی وقتی که تغییر به نفعته؟ مغز ما یه بخش به نام آمیگدالا داره که وظیفش تشخیص خطره. وقتی تغییری میخوای وارد زندگیت کنی، چه شروع ورزش باشه چه ترک یه عادت، مغز اون رو مثل یه تهدید تفسیر میکنه. به همین دلیل احساس ترس، تنبلی یا بهونه تراشی در واقع دشمنی با تغییر نیست، بلکه واکنش دفاعی مغزه. مغز ما عاشق ثبات و پیشبینی پذیریه. هر چیزی خارج از این محدوده مساویست با هشدار، حتی اگه به نفعت باشه. پس راه حل چیه؟ باید مغزت رو گول بزنی. این سه روش علمی خیلی جواب میده. 1. قانون قدم‌های کوچیک. به جای تغییر ناگهانی تغییرات رو ذره ذره وارد کن. مثلا فقط 2 دقیقه ورزش کن یا فقط یه صفحه کتاب بخون. اینجوری مغز تهدیدی حس نمی‌کنه ولی مسیر تغییر فعال میشه. 2. جایگزینی به جای حذف. به جای اینکه یه عادت بد رو یکباره حذف کنی، براش جایگزین بذار. مثلا به جای اسکرول بی هدف فقط یه ویدیوی آموزشی کوتاه ببین. 3. پاداش فوری. مغز عاشق دوپامینه. بعد از هر تغییر کوچیک خودت رو حتما تشویق کن. به موزیک مورد علاقت گوش بده یا همون کار کوچیکی که انجام دادی رو جلوش یه تیک بزن. اینجوری مغزت یاد میگیره که تغییر مساویست با لذت. پس اگه تو امروز فکر میکردی من ضعیفم چون تغییر نمیکنم، اینطوری نیست. در واقع مغزت داره ازت محافظت میکنه. فقط باید یاد بگیری که چطوری باهاش کار کنی. توی هوشیار محتوایی داریم که کمکت میکنه هر روز 1% رشد کنی. اگه به روانشناسی و توسعه فردی علاقه داری، حتما صفحمون رو دنبال کن.